دیگه میگی نمیدونم فردا نمیرم پس فردا نمیرم. تو حداقل باید 20 سال دیگه درس بخونی. فهمیدی؟ 20 سال باید درس بخونی حداقل. چی؟ من تا Continue straight. دقیقا تا آخر کلاس اول درس بخونم. مامان حتی اگه مریضی اینجوری هم خدا نکرده داشته باشی باز مدرسه تو باید بری. حتی اگه آبل مرغون داشته باشم؟ آبل مرغون حالا اگر گرفتی دیگه نمیری. آره ولی فعلا که آبل مرغون نگرفتی که. حتی اگه هی بالا بیارم؟ اگه هی بالا بیاری بستگی داره. اگه ویروس باشه نباید بری مدرسه. اگه آلرژی باشه؟ دیگه آلرژی که سرایت نداره که. میرم؟ من هنوز تو مدرسه بالا میارم. حالا فعلا که خدا رو شکر این مریضی ها رو نداری.